هر کس بتونه جنس این پوست رو تشخیص بده میتونه با دختر پادشاه ازدواج کنه. این مرد یه موروی پوست پیدا میکنه و با اعتماد به نفس کامل به پادشاه میگه که پوست متعلق به یه خوکه، اما پادشاه بهش میگه جوابش کاملا اشتباهه و اون حذف میشه. نفر بعدی یه جنگجوه، اون با یه ذره‌بین به پوست نگاه میکنه و یه اسم عجیب غریب از خودش در میاره. پادشاه هم بلافاصله ردش میکنه. نفر بعد یه شوالیه خوشتیپ و با شخصیته. پرنسس به محض دیدنش روش کراش میزنه. پرنسس از پادشاه میپرسه جواب درست چیه و پادشاه بهش میگه اون پوست یه کک غول‌پیکره. پرنسس وقتی اینو میشنوه حسابی ناامید میشه، چون هیچ کس نمیتونه جواب درست تشخیص بده و همونطور که حد زده بود شوالیه هم جواب اشتباهی میده. در همین لحظه یه مرد وحشی و غول‌پیکر وارد دربار میشه. پادشاه که مطمئن اون نمیتونه جواب درست رو بفهمه بهش اجازه میده بیاد داخل. مرد وحشی پوست رو یه بو میکشه و بلافاصله جواب درست رو میگه. پرنسس و پادشاه حسابی برگاشون میریزه. حالا پرنسس مجبوره با یه غول گنده‌بک ازدواج کنه.